با مقصد معتدل نگاه داشتن نرخ فروش انگشت در حدود ولایت مختار کوهستانی بدخشان و تامین طلبات اهالی ولایت با انگشت در دوره زمستان سالهای 2021-2022 با دستور و سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از جانب وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان و کارخانه واحد دولتی انگشت تاجیک و ولایت مختار کوهستانی بدخشان 30 ماشین پربار با بیش از 800 تن محصولات سوخت و سوز وارد گردید. با مقصد اجرای دستور سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب ولی محترم امامعلی رحمان، وزارت صنعت و تکنولوژی نو جمهوری تاجیکستان و کارخانه واحد دولتی انگشت تاجیک با کارخانه‌های زیرتابع ساحه صنعت انگشت برای گذراندن یارمارکه فروش انگشت با نرخ‌های دسترس در قلمرو جمهوری تاجیکستان اینچنین در ولایت مختار کوهستانی بدخشان یارمارکه فروش انگشت برای دسترس نمودن با نرخ‌های ارزان به اهالی و تامین نمودن اهالی با سوزشواری در دوره زمستان یارمارکه فروش انگشت را آغاز کرده شدند. طبق دستور به هر یک شهر و ناحیه‌های ولایت مقدار معین انگشت سنگ جدا گردیده در برابر ناحیه‌های درواز و ونج، روشان و شغنان، رشقلف و اشکاشیم و ناحیه مرغاب ولایت مختار کوهستانی بدخشان در مرکز مأموری ولایت مختار کوهستانی بدخشان شهر خوروغ یارمارکه انگشت براه گذاشته شد. برای تامین طلبات اهالی شهر خوروغ با انگشت در دوره زمستان سالهای 2021-2022 از جانب کارخانه واحد دولتی انگشت تاجیک 4 ماشین پربار که زیاده از 80 تن را در بر گرفت جدا گردید. بعد تقسیم کاروان ماشین ها به ناحیه‌های شغنان، رشقله، اشکاشیم و ناحیه مرغاب در بازار 20 سالگی استقلالیت شهر خوروغ یارمارکه فروش انگشت سنگ براه گذاشته شد. باید قید نمود که در یارمارکه 80 تن محصولات سوخت و سوز به فروش برآورده شده، نرخ 1 کیلوگرم انگشت به 80 درم برابر بود. ساکنان شهر خوروغ امکانیت پیدا نمودند برای پس سر نمودن روزهای خنک فصل زمستان مقدار معین انگشت را خریداری نمایند. هر یک ساکن شهر خوروغ از اقدام نیک و سازنده اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان روح بلند گردیده به حکومت جمهوری تاجیکستان شخصا پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای دستگیری پیوسته جهت معتدل نگاه داشتن نرخ فروش انگشت در بازار مرکزی شهر خوروغ و تامین طلبات اهالی با انگشت سنگ عرض سپاس و منتداری به پایان خود را بیان نمودند. امروز با نرخ خیلی ارزان که در بازار یعنی با 1 سومون و 80 درم و در همین جا باشد نرخ 1 کیلوگرم 80 درم است که چنانه که شما میبینید ساکنان شهر خوروغ یعنی آن را خرید کرده ایستادند. یارمارکه فروش انگشت سنگ که با دستور و سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از جانب وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان و کارخانه واحد دولتی انگشت تاجیک در مرکز مأموری ولایت شهر خوروغ برآمده شد در دیگر ناحیه‌های ولایت مختار کوهستانی بدخشان ادامه دارد.